مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی من رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که راجع به این چهره صحبت بکنیم، امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو، راجع به وضعیت پاسپورتش به شما بگیم و یک ویدیویی که در توییتر خیلی وایرال شد و گفته بودن که تتلو یه دونه کنسرت گذاشته. حالا چند تا از دوستان گذاشتم و همون توییتر رو رفرنس قرار دادم و طرفداراش جلوش زانو زدن و سجده زدن و آی بیاید امام و انقلاب و اسلام پاره و جرواجر شد افتاد کنار که یک بت پرستی اتفاق افتاد و دارن جلوی تتلو و هوادارانش سجده میکنن و خلاصه نگم براتون چه این و چنان. خب امروز میخوام راجع به این ویدیو هم صحبت بکنیم. اول راجع به پاسپورت تتلو بگم چون خیلی از هوادارانش پرسیدن که آقا وضعیت پاسپورت تتلو چی شد، به کجا رسید و آیا به تتلو پاسپورت میدن یا نمیدن. میدونید که امیرحسین مقصودلو همون تتلو هلوش 8-9 ماه پیش رفت سفارت ایران در ترکیه در شهر استانبول. البته خب کنسولگری ایران هستش در استانبول و سفارت توی آنکارا هست و اونجا رفته بود برای پاسپورتش که جنجال‌های زیادی به پا شد. یه عده گفته بودن که آره تتلو رو توی کنسولگری میگیرن، بازداشت میکنن، میفرستن ایران. البته خب سنگ تمام هم گذاشتن برای اینکه تتلو رو اذیت بکنن. بعد از اون اومدن به تتلو ایراد گرفتن که آقا این همه تتویی که شما رو صورتتون داره، طبق قوانون جمهوری اسلامی کسی که صورتش تتو داشته باشه عملا بهش پاسپورت تعلق نمیگیره چون که خلاف موازین امام و انقلاب و اسلام. گفته بودن که برو صورتتو روتوش کن، فتوشاپ بکن، بدون تتو بکن، بیار اینجا ما بزنیم توی پاسپورتت. یعنی ببینید چه آدمایی توی این سفارت و کنسولگری ها کار میکنن. یه ذره عقل ندارن که آقا این اگر عکس روتوش شدهشو ورداره بیاره به شما بده، خب فرداش تو همون هر فرودگاهی بره میگیرنش، میگن آقا این تصویرتون نیست، این تصویر یکی دیگه است. خلاصه بهانه‌های من درآوردی. بعدش گفتن که یه هفته دیگه، 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه بهت جواب میدیم و بعد از اون عنوان کردن که امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو ممنوع الخدمات سفارت هستش و عملا جمهوری اسلامی به تتلو هیچ نوع خدماتی نمیده و به نوعی گردن نمیگیره که ایشون شهروند ایرانیه. و تتلو البته بارها هم خودش گفته بوده که شما جز ضرر تو طول این سالها به من چیزی ندادید. قابل توجه اون عده آدم هایی که من دیدم دیگه خیلی توی شبکه‌های اجتماعی میان به تتلو انتقاد میکنن که آقا ایشون اینطوریه. شما یه لحظه خودتو بذار جای این آدم، با اون همه سختی هایی که تو ایران تحمل کرده، با اون همه ممنوع کاری ها، اون همه فشارها، بازداشت ها، نمیدونم وعده های دروغ و وعده های الکی، بعدش خیلی شیک و مجلسی هم بهش گفتن که آقا بعد از کشور خارج بشی و رفت ترکیه. بعد چپ و راست مسئولان میومدن توی تلویزیون مخصوصا تو زمان انتخابات و زمانهای مختلف، آی نمیدونم ایرانی ها میتونن برگردن ایران، میتونیم ما بهشون خدمات بدیم، اونایی که نمیدونم توی کشورهای مختلف پناهنده شدن رفتن باید برگردن به آغوش وطن، باید ما از علم و آگاهیشون استفاده بکنیم. که بعد خدمت این افراد بگم که تو این تفکراتتون دقیقاً با همین کیفیت بعد بهتون بگم طرف یه اسکل بیاد تو ایران. مثلا یه پزشک الان تو ایران شما چقدر بهش حقوق میدید؟ 10 میلیون، 15 میلیون، نهایت 20 میلیون تومان، نه 30 میلیون تومان. حالا چون شما دوره هم دیگه به یورو و دلار میشه چقدر؟ میشه 500 یورو، 500 دلار. بعد با همون 30 میلیون تومان باید بره وسط تهران رو به پایین بتونه یه خونه خوب کرایه بکنه. کسی که به قول خودمون میگیم پزشک یه جایگاهی داره، یک رتبه‌ای داره، ولی بیاد تو خارج از کشور حقوق خوب بهش میدن، میتونه بره بهترین جا هم زندگی بکنه. بعد میگن که چرا پزشکا دارن مهاجرت میکنن، بعد میگن که برگردن به آغوش وطن. شما تتلویی که رفت توی کنسولگریتون خواست خدمات بگیره بهش پاسپورت ندادید. خب بقیه هم امثال اینو میبینن و نمیان ایران دیگه. دقیقا همون شیشکیه لایقتون بود. اما برسیم به این تصویر.
کلا فضای توییتر هم همینطوریه دیگه. من وقتی فضای توییتر رو میبینم یعنی یه فضای مسموم سیاسی که وقتی میری تو توییتر دقیقاً فکر میکنی 2 دقیقه دیگه کف تهران انقلاب، مثل همین چند وقت پیش. همه ماشاءالله فعال سیاسی، همه نمیدونم آشنا به امور و مسائل مختلف و قربونش برم 7800 نفرم میخوان انقلاب که شد بشن رئیس جمهور. حالا با اونا کار نداریم، دیدگاه خودشونه. بعد هر چیزی هم که فکر میکنم با حال سریع مثلا روش اظهار نظر نشون میدن و نمیدونم میان وایرالش میکنن. نمونهش این تصویر بود که من داشتم توییتر رو نگاه میکردم، خیلی این تصویر رو دیدم که آی بیایید بدبخت شدیم، امام و انقلاب و اسلام به فنا رفت، به فاک صحبت ها اینا، که ایشون اومده و هواداراش جلوش سجده کردن. کامنت های مردم، یعنی یه عده‌ای که میان میگن امیر تتلو آدم بی ادب و بی تربیتیه، شما کافیه برید فقط کامنت های مردم رو اون پایین بخونید، نمیدونم مرگ انسانیت. حالا مثلا یه عدهشون اومدن مثلا با کلاس کامنت گذاشتن، اما حالا راجع به این ویدیو هم صحبت میکنیم. پر از فحش خواهر و مادر و حرفای رکیک به تتلو و طرفدارانش. شماهایی که میگید تتلو آدم بی ادب و بی تربیتی و چنین و چنان، من وقتی کامنت های خودتون رو میخونم، شما که از اون آدم بی ادبتر و بی تربیت ترید. مثلا میگن که آره تتلو آدم بی تربیتی و چنین و چنان، فلان بر فلان خودش و مادرش و خواهرش، فلان هم تو فلانش، نمیدونم فلان هم تو فلان چیزش، فلان هم تو فلان چقدر فلان شد تو طرفداراش، به خاطر اینکه ایشون آدم بی تربیتیه. شما که تو تربیت سهی، چون آدمو زدی، تو که از اون آدم بی تربیت تری که. و وقتی که میان این ویدیوها رو میبینن آدما به حال عقل دارن و متوجه میشن که چی داره چیکار میکنه. اومدن یه اسکرین شات گرفتن از این لحظه‌ای که طرفدار تتلو کنسرت وی آی پی هم گذاشته بود، بلیتش نزدیک $1000 بوده و یک رقم عجیب و غریبی هم فروخته تتلو، و برای اولین بار ما یک خواننده رو داشتیم که قیمت بلیتش $1000 بوده و طرفدارانش اومدن $1000 پول دادن و اومدن حالا یه جایی به صورت وی آی پی براشون کنسرت اجرا بکنه. این تیکه‌ای که همه دارن میبینن به عنوان اینکه مثلا حالا تتلو اومده و طرفدارانش جلو سجده کردن، یه اسکرین شات اصطلاحاً غرض ورزی گونه است. شما اگر این ویدیو رو کامل ببینید، حالا من یه ذره صداش هم کم میکنم، طرفدار تتلو نکنید میان میگن که آقا ما میخوایم سجده بکنیم. حالا یکی میتونه برداشت بکنه در خصوص نعمتهای خدا، اینا سجده میخواستن بکنن برای نعمتهای خوب و هوای پاک و فلان اینا. تتلو هم بعدش میاد و خودش هم سجده میکنه رو زمین. اصلا طرفدارا نیومدن جلوی تتلو سجده بکنن که، ولی اون کسایی که ماشاءالله متخصص به همه امور و مسائل هستن، وقتی که این موضوعات رو میبینن میگن آی بدوید امام و انقلاب و اسلام جر خورد و بت پرستی در جامعه رواج پیدا کرد و شروع میکنن فحش دادن و توهین کردن. ولی اونور قضیه رو نمیان وایرال بکنن که آقا چرا مقام های مسئولان جمهوری اسلامی نمیان به امیر تتلو پاسپورت بدن و این آدم اگر پاسپورت بگیره شما مطمئن باشید کنسرت هایی که تو کشورهای مختلف بذاره، اکثر این آدمایی که خارج از کشور دارن برای این آدم کامنت منفی میذارن، همشون میان توی کنسرت این آدم و میخوان میان این آدم رو نزدیک ببینن. نه همشون، 70-80%شون. اونور قضیه رو نمیدید که آقا چرا جمهوری اسلامی به این آدم پاسپورت نمیده، چرا به این آدم هویت نمیده. بیاد راجع به این قضیهش صحبت بکنید. مگه شما نمیگید ما اعتقاد داریم به برابری و فلان و دموکراسی و چنین و چنان؟ هر جایی که به نفع خودتون باشه فقط اعتقاد دارید، هر جایی که به ضررتون باشه اعتقاد ندارید. این ور قضیهش رو ببینید. در صورت اینم حالا خواستم توضیح بدم در خصوص این ویدیو، چون خیلی وایرال شده بود و صحبت شد که آقا ماجرای این بت پرستی تتلو چی بود و ماجرای سجده به تتلو چی بود. خواستم برای یه عده این قضیه رو جا بندازم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.